بزنم. شروع ضبط. اوکی. خب در مورد گیت هابتون، گیت هاب مال خودتونه، مشخصات خودتون قاعدتا باید بنویسید. اون ریپوزیتوری که باز میکنید بهتره که پابلیک باشه که بقیه هم بهش دسترسی داشته باشن. تمرین هاتون را بعد از اینکه، حالا این تمرین اول که نیازی به ارسال برای من نداشت، ولی تمرین های بعدی رو حتما داخل ریپوزیتوریتون بعد از تایید من قرار بدید، یعنی درستش رو قرار بدید. و اینکه این کتاب خیلی به دردتون میخوره بعدن برای گرفتن کار یا کارهای آکادمیک، حالا هر چیز دیگه خیلی به درد میخوره و نشون میده که شما توی اون حوزه کار کردید و میدونید که به چه صورت باید در اون حوزه کار بکنید. پروژه هاتون اونجا تعریف شده و سعی کنید که ریپوزیتوری که درست میکنید، گیتابی که درست میکنید خیلی شکیل و مرتب باشه برای هر فایلش. گرچه من حالا گیتابای شما رو هم میگیرم و یه چک میکنم ببینم چه جوری هستش، اگر مشکلی داشت یا به قول معروف اون سازماندهی مناسب انجام نشده بود بهتون اطلاع میدم که به چه صورت هستش. ولی در مجموع سعی کنید که با گیت هاب دوست باشید، با گیت هاب دوست باشید، با لینکدین دوست باشید. اینها خیلی الان مهم هستن برای اینکه شما رو به بقیه بشناسونند و بقیه بدونن شما کی هستید، که اگر بخوان به قول معروف به شما کاری بدن یا شما رو در جایی ببرن اونها مستند هست. مخصوصا گیت هاب خیلی مستنده. گیت هاب موارد داره که شما چک میکنن که شما چقدر توی گیت هاب فعال بودید، که چقدر روی این کدها کار کردید. میتونن، یعنی یک سری مشخصه هایی داره که مشخصه که چه کسی چقدر تو گیت هاب کار کرده و چه کارهایی انجام داده. برای همین خیلی مهم هستش. فایل های یوتیوب خیلی زیادی در مورد گیت هاب درست شده که چجوری با گیت هاب کار کنیم، چجوری از کیفیت بالای گیت هاب استفاده بکنیم. اینها خیلی توی یوتیوب هست. سعی کنید یا تو خود گوگل اگه سرچ بکنید هست، یا از چت جی پی تی اگه بپرسید خیلی راهنمایی های زیادی در مورد گیت هاب به شما میکنه. سعی کنید که گیت هاب خوب روش کار بکنید و کار بکنید. و برای من ایمیل باید بکنید پروژه ها رو. حالا من میگم مثلا امروز من یک پروژه دارم آخر جلسه که به شما میگم و شما باید اون رو برای من ایمیل کنید. فایل پایتونش رو، یعنی همون فایلی که توی گوگل کلاب می نویسید، اون رو فقط اون رو حالا مرتب می‌کنید. یعنی ریپورت ها رو هم توی همون باید بنویسید طبق اون چیزی که جلسه قبل بهتون توضیح دادم که چه جوری باید به صورت تکست توی گیت هاب بنویسید. تکستش رو می‌نویسید، برنامه‌اش رو می‌ذارید، ران می‌کنید، شکل میاد و من میتونم اونها رو ببینم و به قول معروف من خیلی راحت هست و مشکلی نداره. پس شما برای من ایمیل میکنید طبق اون ساعتی که به شما میگم که تا کی فرصت دارید که بفرستید، طبق اون زمان برای من ارسال میکنید و آخر این جلسه به شما میگم و انجام. و بعد از این که شما این را ارسال کردید و هفته بعد شد و زمان تموم شد، شما اون موقع مجاز هستید که وارد گیت هابتون بکنید و روش کار بکنید و اگر مشکلی داشت مشکلش حل کنید، رو داخل گیت هابتون چیکار کنید، قرارش بدید. بله، ایمیل من هم خیلی ساده است. الان براتون می نویسم اینجا a.zamanidost@gmail.com. این همه. گرچه من توی گروه تلگرامی همه اینها را قرار دادم. بله هیچ اشکالی نداره. از چت جی پی تی استفاده بکنید، از گروک استفاده بکنید، از هر چی دوست دارید استفاده بکنید، هیچ مشکلی نداره. ولی مهم این هستش که یاد بگیرید. و اگر جایی را مثلا من نظرم این هستش که اگه من جای شما بودم خودم می نوشتم جایی که گیر می کردم و نمیتونستم واقعا از چت جی پی تی کمک می گرفتم و اونجا رو حلش می کردم. چون که این کلاس منه، یعنی برای شماست و شما میخوای یاد بگیری از این کلاس. اگه مثلا به چت جی پی تی برات بنویسه و شما اون قلم ببر من بفرستی، این چیز جالب نیست. گرچه شما وقتی که دارید توی گوگل کلاب می‌نویسی گزارش کارت هم من میخوام ببینم توی اون، که اون رو نمیتونه چت جی پی تی به من بده. پس برای تو باید فهمیده باشی که چه جوری هستش و چی کار کرده. خلاصه این که آره از چت جی پی تی هم میتونید استفاده بکنید، ولی یاد بگیرید که چه جوری داره این کار انجام میشه. هیچ اشکالی هم نداره. خب بریم سراغ ادامه کارمون که ما در مورد پایتون صحبت کردیم بچه‌ها و اینکه
چجوری باید برنامه‌نویسی پایتون رو انجام بدیم. این جلسه میخوام یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کنیم، در مورد برنامه‌نویسی پایتون سکشن اولمون، و یک موضوع خیلی مهم به نام لینیر الجبرا یا جبر خطی رو بررسی کنیم. خب بریم سراغ. من صفحه‌مو به اشتراک بذارم برای شما و شروع کنیم به کار توی به قول معروف نوتپد مهد. خب پس این هفته، یعنی این جلسه، این سکشن اول در مورد یک موضوع خیلی مهم به نام لینیر الجبرا میخوایم صحبت بکنیم. لینیر الجبرا یا جبر خطی میخوایم صحبت بکنیم. جبر خطی تو یادگیری ماشین و دیپ لرنینگ بسیار مهمه و ما باید در موردش خوب بدونیم. و میدونید که جبر خطی که من منظورم هست جبر خطی هستی که ما توی دبیرستان خوندیم، جبر خطی که حالا توی ریاضیات پیشرفته درس داده میشه، نه اون جبر خطی منظورم نیست. جبر خطی در حالتی که ما مثلا میمدیم با استفاده از ماتریس هایی که به وجود می آوردیم توی جبر، حالا مثلا میمدیم معادلات خطی رو حل میکردیم، توابع خطی رو برای خودمون درست میکردیم، ماتریس ها و بردارها رو درست میکردیم. در این حد ما میخوایم جبر خطی رو اینجا کار بکنیم و باهاش آشنا باشیم. بنابراین اصلا نگرانش نباشید که اوه چه چیز بزرگی، نه اصلا. من اون چیزایی که لازمه که توی ماشین لرنینگ بلد باشین رو همین الان براتون لیست میکنم، کدهاشو با هم دیگه میزنیم و میبینیم که چقدر راحت میتونیم کار کنیم. ولی من باید اینجا در موردش صحبت کنم که شما آشنا باشید و بدونید که چجوری از جبر خطی ما باید چیکار کنیم، استفاده بکنیم. اصلا جبر خطی چیه؟ وقتی که ما بخوایم یک سری اعداد، یک سری داده هایی را در یک قالب اعداد منظم مثل ماتریس در بیاریم و بعد بتونیم روی اونها یه سری توابعی را بزنیم و کار کنیم، بهش میگیم جبر خطی. خب ماشین لرنینگ پر از اینه. شما داده هایی را که به سیستم ماشینتون، به مدل ماشین لرنینگتون میدید، داده هایی هستن که باید به صورت ماتریس باشن. چون داده های ما زیاده، ما نمیتونیم دونه دونه بیایم داده ها رو بدیم. دوما داده های ما در قالب یک مجموعه از اعداد هستن. مثلا اگه شما فرض کنید که من یک نمونه رو میخوام، مثلا فرض کنید یک تصویر رو میخوام به مدلم بدم، این تصویر یه دونه عدد نیست که، این تصویر شامل پیکسل هایی هستن. مثلا اگه فرض کن 100% حدود 10,000 تا پیکسل، 10,000 تا عدد آنر میخوایم وارد کنیم. خب این 10,000 عدد باید به صورت ماتریسی باشه و وقتی ما این رو به صورت ماتریسی وارد مدلمون بکنیم، مدلمون سریعتر میتونه این رو تحلیل انجام بده و با دقت بهتری هم میتونه این کار رو انجام بده و اون مدل خیلی راحت پیاده سازی میشه. پس ما باید بیایم بدونیم که چجوری این ماتریس رو تشکیل بدیم، چجوری باید روی این ماتریس کار بکنیم و از این ماتریس چجوری باید نتیجه بگیریم. همه اینهایی که گفتم میشه جبر خطی. یعنی همه اینا با جبر خطی باید بیایم این کار رو انجام بدیم و کار بکنیم. خب پس داده های ما به صورت ماتریس هستن، عملیات هایی که ما روی اون انجام بدیم همش به صورت عملیات های جمع، تفریق، ضرب به صورت ماتریسی هست. اینا توی جبر خطی وجود داره و ما باید بدونیم که چجوری باشون کار بکنیم. و عرضم به حضورتون که کار رو برای ما توی ماشین لرنینگ بسیار چی میکنه؟ جبر خطی ساده میکنه. اولین ورودی که من میخوام به جبر خطی بزنم این هستش که ما چه نوع داده هایی را توی جبر خطی داریم، چه نوع داده هایی وجود داره توی جبر خطی. ما انواع داده هایی را داریم: داده به صورت اسکالر، داده به صورت وکتور، داده به صورت ماتریس و داده به صورت تنسور. حالا تنسور تو حالت DLشه و حالا فعلا من اینجا کاری بهش ندارم. من میام توی به قول معروف کلابم، من این سشن 2 باز کردم و شروع میکنم حالا برنوشتم. ما در مورد اسکالر که صحبت کردیم، مثلا A مساویه با 5 با 6 به طور معمول، این یک داده چی هستش؟ اسکالر. این یک داده اسکالر هست. اگر من بخوام یک داده به صورت وکتور درست بکنم، بردار درست بکنم، جلسه پیش بهتون یاد دادم داده وکتور من اگر که ما با نامپای باید بیایم کار کنیم دیگه. پس من یه ایمپورت نامپای اینجا انجام بدم، ایمپورت نامپای از np. خب حالا میایم اینجا میگیم np نقطه array، درست شد، یک بردار مثلا 4 5 و 6 و مثلا 3، یک بردار به این صورت ایجاد شده. و اگر به طور مثال بیام من اینجا این رو برای شما نمایش بدم،
این چی هستش؟ یک وکتوری هستش که میاد اینجا برای ما وجود. درست شد؟ این یک وکتوری هستش که اینجا یه نکته رو بگم. من اگر که بخوام بیام شیپ این رو هم بگیرم ببینم بردار چقدر هستش، دقت کنید دات شیپ، این دات شیپش هم بگیرم، میگه این یک ماتریس یک بعدی 4 اندیسی هست. 4 اندیسی. درست شد؟ حالا یکی میگه آقا من میخوام بیام اینو دقیقاً ببینم 1/4 چی کار باید انجام بدم؟ میگیم آقا باید برید تو ماتریس دو بعدی این کار انجام بدید. 1/4 یک ماتریس دو بعدی سطریه، یا 4/1 یک ماتریس دو بعدی ستونیه، یک بعدی نیست. خب میگه آقا من اینو چجوری ایجادش کنم؟ میگم باید برید تو سراغ دو بعدی. دو بعدی میشه ماتریس ها. توی جبر خطی ما گفتیم اسکالر، وکتور و ماتریس. الان میخوام ماتریس رو درست کنم، بعد میرم اون موضوعی که الانم گفتم رو درستش کنم. میام سراغ ماتریس ها. ماتریس ها np نقطه اری. جلسه پیش دوباره به یاد دادم، گفتم که هر سطر را داخل براکت میذاریم. مثلا 1 2 3 و سطر بعدی 4 5 6. این الان یک ماتریس چند در چند، 2 تا سطر داره، 3 تا ستون داره. پس اگر من این رو شیپش را اینجا به شما نشون بدم امداد شیپ، خب این میشه 2 درس. درسته؟ یک ماتریس 2 درسه هستش و ماتریس دو بعدی. خب برگردیم سراغ قبلیه. خب اینو چیکار کنم؟ میگم آقا شما میخوای یک ماتریس چند در چند داره، میگم من میخوام یک ماتریس 1/4. میگم خب 1/4 شما باید اینو داخل براکت بذاری، این براکت داخل براکت یه سطر تشکیل بدی. این الان ماتریس 1/4. نگاه کنیم این ماتریس شد 1/4. پس ببینید بچه‌ها، این دقت کنید، اگر میخواهید وکتور درست کنید و وکتور شما به صورت سطری یا ستونی باشه، باید به این صورت بنویسیدش، یعنی باید ببریدش داخل براکت و به صورت دو بعدی بنویسیدش. این میشه دو بعدی. ولی اگه نه میخواید به صورت اندیسی بنویسید، به همون صورتی که قبلا به شما گفتم میتونید کار کنید. تفاوت دارن با هم دیگه. نگاه کنیم مثلا من الان اینجا اگر بخوام اینو آدرس دهی بکنم، آدرس دهی هم بکنم، این رو ببینیم. مثلا من بگم پی وی مثلا 1، درست شد؟ اندیس 1 بهش میدم. اینجا غلط میگیره. چرا غلط میگیره؟ میگه آقا اینجا ما سطر و ستون داریم، تو باید سطر و ستون بدی. میگیم خب آها سطر و ستون باید بدم. بله، شما باید بگی سطر 0 ستون 1. این الان برای شما درست جواب میده. چرا؟ چون این ماتریس دو بعدیه. توی ماتریس دو بعدی باید سطر و ستون ما بهش بدیم. خب میریم سراغ قسمت قبلی. میگیم آقا اگر من این رو یک ماتریس اندیسی، یک وکتور اندیس بیس بدم، یعنی به این صورت بدم، چی؟ میگیم آره اینجا میتونی شما بیا اندیس بدی. الان وی 1 اگه بدیم، وی اندیس 1 همین 5 رو برای ما برمیگردونه. در صورتی دیدید که در قبلیه داشت خطا میداد. چرا قبلیه خطا میداد؟ چون قبلیه یک ماتریس دو بعدی بود. من میخواستم اینجا تفاوت بین وکتور اندیسی و وکتور ماتریسی رو برای شما مشخص کنم که بعد توی کار توی ماشین لرنینگ خیلی اینها برای شما ممکنه که چالش بیارن و شما رو به ارور، به خطا بندازن و شما برای که حلش بکنی با یه تغییر ساده اینجوری میتونی این رو چیکار کنی؟ درستش بکنی. خب پس اینجا ما انواع داده ها اسکالر، وکتور و متریس رو به شما گفتم. تنسور توی یک قالبی از اعداد هستش که تمام اینها رو در بر میگیره. مثلا من اگه تنسور 0 بذارم، تنسور 0 اسکالر، تنسور 1 وکتوره، تنسور 2 دو بعدیه، تنسور 3 سه بعدیه مثلا RGB، تنسور 4 ویدیو RGB مانند یا حالت خاصه. یعنی تنسورها حالتی رو برای ما ایجاد میکنن که ما میتونیم داده ها رو در انواع خودش بیان تو یه حالت ذخیره بکنیم، فقط تو تنسور. و مثلا شما اگر که با تنسور فلو بعدن حالا بخوایم کار بکنیم و میخوایم بریم تو داده های دیپ لرنینگ، تنسور فلو فقط رو داده های تنسور کار میکنه، دیگه کاری به اسکالر و بردار و متریس نداره. تنسور، اگه تنسور 0 بود یعنی دارم اسکالر کار میکنم، اگه تنسور 1 کردیم یعنی داریم بردار کار میکنیم، 2 کردیم یعنی داریم ماتریس کار میکنیم و همینجوری میره بالاتر. پس بنابراین ما اینجا توی ماشین لرنینگ نیازی به تنسور ما نداریم. توی ماشین لرنینگ ما با همین با داده های اسکالر و وکتور و متریس میایم چیکار میکنیم؟ کارمون رو میبریم جلو و به بقیه‌اش اون کاری نداریم. خب من یه نکته ای رو اینجا بگم بچه‌ها حالا جالبه که بدونیم. ببین نگاه کن،
چون من الان دارم قسمت لینیر الجبرا رو میگم و لینیر الجبرا رو جبر خطی رو میگم که به ماشین لرنینگ مربوط میشه. پس بنابراین نکات ماشین لرنینگ که مربوط به لینیر الجبرا میشه رو همینجا برای شما یه مقدارش میگم و بعد توی کار که رفتیم پیشرفته ترش میگم. فقط گوش کنید اینجا چی میگم. به بچا ما اگر که خواستیم یک ماتریسی را به مدلمون بدیم از داده ها، داده ما باید یک ماتریس دو بعدی باشه. یک ماتریس دو بعدی. درسته؟ این داده ما، این دیتا ما که ما میدیمش به مدل. درسته؟ این دیتا ما شامل سطر و شامل ستون مشخصه. این سطر و این ستون. ما هر سطر را به نام نمونه یا سمپل در نظر میگیریم. این نمونه یک، این نمونه دو، این نمونه سه به همین صورت، و هر ستون را به عنوان فیچر یا ویژگی اون داده در نظر میگیریم. مثلا فیچر یک، فیچر دو تا مثلا فیچر n. مثلا ما اینجا n تا فیچر داریم و m تا نمونه داریم. بنابراین ماتریس ما یک ماتریس چیه؟ m در n. m در n همیشه اینجوریه. یعنی شما وقتی که ماتریس رو میخواید آماده کنید و میخواید بدید به مدلتون، باید یک ماتریسی رو آماده بکنید m در n. m تعداد نمونه ها و n تعداد فیچر ها. مثلا فرض کنید، من یک مثال برای شما میزنم. مثلا فرض کنید که ما میخوایم با استفاده از یک سری از ویژگی های یک خانه قیمت خانه رو پیش بینی بکنیم. خب ویژگی های خونه ای که ما میخوایم پیش بینی قیمتش رو بکنیم چی هستش؟ مثلا متراژش، تعداد خوابش چند تا هستش، آیا در کدوم منطقه تهران یا کدوم منطقه ایران هستش. اینا ویژگی هاست، اینا همه میاد اینجا قرار میگیره. اینا همه اینجا. حالا این نمونه ها چی هستن؟ این نمونه ها و خونه ها هستن. مثلا یک خونه داریم مثلا توی یک منطقه، ویژگی هاش یک نمونه دیگه داریم، یک خونه دیگه، یک نمونه داریم، یک خونه دیگه. به همین صورت نمونه ها رو اینجا میذاریم. خب و خروجیمون باید چی باشه؟ خروجیمون چی هستش؟ وای دیگه، وای یک، وای دو تا وای چی ام، با توجه به نمونه ها دیگه. چند تا نمونه داریم، به ازای هر نمونه یه قیمتی باید داشته باشیم. پس چند در چند خروجیمون میشه مثلا ام داریم. همه چیز توی ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ ماتریسه. الان میریم جلوتر فقط با ماتریس ما کار میکنیم. نه ماتریسی که جبر خطی توی حالت های لولشه، نه ماتریسی که شما توی دبیرستان خوندید و حالا توی مثلا رشته‌های فنی تو قسمت مثلا ریاضیات 1 و 2 اونا رو تکرار اومدن کردن، حالا یه خود پیشرفته تر کردن که اصلا ما با اونا نیازی نداریم. خب برمیگردم سراغ ماشین لرنینگ هم. پس توی ماشین لرنینگ این داده‌ای که m در n برای من هست، m نشون دهنده تعداد نمونه ها، سمپل ها، و n نشون دهنده تعداد فیچر های ما هستن. و ما میتونیم بیایم اینو چیکار کنیم؟ به این صورت استخراج بکنیم و کار بکنیم. این ماتریسی هستش که جبر خطی میتونه روش کار بکنه. چرا؟ چون که یک مدل داده توی جبر خطیه. ایات ماشه گفتیم یک مدل داده توی جبر خطی چیه؟ داده های ماتریسیه. این ماتریس دیگه. خب الان من میتونم توابع جبر خطی رو این بزنم؟ بله، خیلی راحت. خب خیلی راحت ما میتونیم ازش توی ماشین لرنینگ استفاده کنیم، چون این نمونه دیتای ماشین لرنینگ ما هستش. بریم سراغ این که حالا چه تابعی، چه چیزی توی به قول معروف پایتون هستش که ما را به جبر خطی میبره. چه کتابخونه ای ما داریم؟ بریم سراغ کتابخونه بچه‌ها. کتابخونه ای که ما توی جبر خطی داریم، ایمپورت توی نامپای نقطه به قول من اصلا نامپایی که چیز کردیم، نامپایی که اووردیمش بالا، لین الجبرا، این کتابخونه ای هستش که داخل نامپای وجود داره و ما ازش استفاده میکنیم. و مثلا میتونیم بگیم LA. درست شد. از این به بعد هر تابعی رو بخوایم بیایم استفاده کنیم که توی لینیر الجبرا باشه که الان باهاش صحبت میکنیم و کار میکنیم، همه رو با LA میام مینویسیمش. مثلا LA.norm، LA.solve، LA.inverse. حالا چیزای خاصه میام به شما میگم. پس بنابراین نکته کجای این جبر خطی توی پایتون هست؟ توی ماژول نامپای داخل یک قسمتی به نام لین الجبرا LINALG. توی این ما این کتابخونه رو داریم و باهاش کار میکنیم. پس این هم از این که ما بریم ببینیم که چجوری کار باید داشت بکنیم. خب
تا اینجا رو بلد شدیم. پس فهمیدیم که به چه صورته، داده ها چی هستش، جبر خطی کجاه، چی کار میکنه و توی ماشین لرنینگ به چه درد ما میخوره. بیایم سراغ یک مقدار جبر خطی کار کردن، فعلا بدون این تابع لین الجبرا و یه سری کار کردن، ببینیم که به چه صورت هستش. من میخوام بیام یه نکته ای رو به شما بگم. بچه‌ها یادتونه توی ضرب ما دو مدل ضرب داشتیم، یه مدل ضرب ماتریسی و یک مدل ضرب اسکالر داشتیم. مثلا اگر یا جمع تفریق دارم به شما میگم، حالا جمع تفریق که قطعا باید اینجوری باشه، ضرب حالا مثلا اگه من بخواستم دوتا ماتریس را با همدیگه جمع بکنم، این دوتا ماتریس حتما باید تعداد سطر و ستونش با همدیگه چی باشه؟ یکسان باشه. چرا؟ چون این سطر باید، این المنت باید با این المنت به اضافه بشه، جمع بشه، این المنت با این المنت، عنصر به عنصر، نظیر، حالا توی فارسی نظیر به نظیر، ما باید عنصرامون با هم دیگه چی میشد؟ جمع میشد. توی پایتون هم به سادگی ما با پلاس و ماینس میایم این کار رو انجام بدیم. چیزی که برای ما چالش برانگیزه اینجا ضربه. ما دو مدل ضرب داشتیم و تو ماشین لرنینگ هم خیلی از ضرب ما باید استفاده بکنیم و باید ضرب ماتریس ها رو بلد باشیم. ما دو مدل ضرب داشتیم. یه مدل ضرب نظیر به نظیر داشتیم، ضرب نظیر به نظیر داشتیم که در این ضرب نظیر به نظیر باید ام در انی که دو تا ماتریسی که با هم دیگه ضرب می‌کنیم باید سیم باشن، باید یکسان باشن. درست شد؟ خب اینجا بچه من یه پیغامی، یه لحظه. خب من خواستم یه چیزی چک کنم، برگشت. پس بنابراین ما اینجا توی ضرب اگر بخوایم ضرب اسکالر انجام بدیم، نظیر به نظیر انجام بدیم، به این صورت. اگر بخوایم ضرب ماتریسی انجام بدیم، یا توی دبیرستان بود میگفتیم ستون این باید با سطر اون تعدادش یکسان باشه. مثلا اگه این m در n باشه، این یکی n در k باشه، حاصل چی میشد بچه‌ها؟ حاصل میشد چی؟ m در k. یادته بعد چی جوری ضرب میشد؟ میمد این سطر را در این ستون ضرب میکرد، با همدیگه جمعشون میکرد، اینجا قرار شد. یادته؟ بعد ما دوم این سطر را در این ستون ضرب میکرد، نظیر به نظیر جمع میکرد، توی اینجا قرار. پس اینجوری میرفت جلو و به یک ماتریس m در k برای ما به وجود میاد. حالا توی پایتون چی کار کنیم با این؟ توی پایتون میگیم که اگر که ما ضربمون ضرب نظیر به نظیر باشه، از علامت ضرب استفاده میکنیم به صورت ساده، ولی اگر ضربمون به صورت ضرب اسکالر باشه، از دات باید استفاده کنیم. یک تابعی به نام دات باید استفاده بکنیم. الان بریم اینجا خود باش کار بکنیم ببینیم که چه جوریه. مثلا فرض کن که این امی که اینجا گرفتم یه ماتریس 2/3. اگر یه n اینجا من بگیرم، یه لحظه بچه، من یه پیغام توی تلگرام از طرف ادمینتون دارم. اوکی، مشکل نداره. یه لحظه من چک بکنم. بچه ببخشید من یک پیغامی رو چک بکنم. اوکی. اگه کسی مشکل داره با پشتیبانی توی تلگرام تماس داشته باشه تا پشتیبانی کارش رو انجام بده. البته فکر کنم مشکلشون حل شده بود. اوکی، ببخشید بچه. خب یک آرایه‌ای که اینجا داشتیم یه آرایه 2/3 بود.
2 در 3 است. اگه بخوام ضربمون ضرب نظیر به نظیر باشه باید اونم 2 در 3 باشه، ولی اگه بخوایم ضربمون ضرب ماتریسی باشه باید اون 3 در 2 باشه. 2 در 3 3 در 2 تا بتونه ماتریس چی بشه؟ مثلا np نقطه array. خب یک ماتریس 3 در 2 مثلا ما میخوایم ایجاد بکنیم. اینجا میام اینجا یک ماتریس 3 در 2 ایجاد میکنیم. این یه سطر، این 2 تا سطر و یک سطر دیگه هم درست بکنیم به عنوان به این صورت. این الان یک ماتریس چی هستش؟ 3 در 2. اگه بخوام اینا رو ضرب کنم بچه 2 مدل داریم، گوش کنیم چی میگم. y مساویه با دات دات پرانتز m و n. این یک مدل هستش np نقطه دات. خب np نقطه دات این یک مدل هستش که این دوتا رو ضرب میکنه و اگر الان حاصل رو ببینیم print y نقطه shape، اگه شیپش رو ببینیم این الان 2 در 2، 2 در 3 در 3 در 2. یه مدل دیگه هم بچه‌ها داره که میایم مینویسیم که m دات به قول معروف اون و به این صورت هستش حل میشه. حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم، ولی این مدل ساده تری هستش که راحت میتونیم این دوتا رو با هم دیگه ضرب کنیم. خب پس بنابراین ما اگر که بخوایم دو ماتریس رو به صورت ماتریسی با هم دیگه ضرب بکنیم از دات استفاده میکنیم، ولی اگر بخوایم دوتا رو به صورت اسکالر ضرب بکنیم m در n که الان غلط هستش این و ارور میده، میگه شیپاشون به هم دیگه نمیخوره، به این صورت باید انجامش بدیم. خب اینم از ضرب. بریم سراغ بیسیک ترمینولوژیز، بریم ببینیم که اینجا چی میگه. خب من یک صفحه جدید باز کنم. خب بچه‌ها ما میخوایم بیایم در مورد عملیات‌های پایه‌ای که ما توی جبر خطی داریم و توی ماشین لرنینگ هم خیلی برای ما مهمه صحبت بکنیم. یکی از اونها رنک آف ماتریس هستش، یا اینکه رنکمون توی ماتریس چی هست. اصلا رنک چیه؟ رنک یک ماتریس چی هستش؟ اگه یک ماتریس رو شما در نظر بگیرید، این ماتریس یه سری سطر، اگر این سطرها نسبت به همدیگه ایندیپندنت باشن، یعنی مستقل باشن، یعنی هیچ سطری مضرب سطر بعدی نباشه، سطر قبلی یا هیچ سطری نباشه، این رو بهش میگیم چه؟ یک ماتریس مستقل یا ایندیپندنت بهش میگیم. خب پس بنابراین مثلا اگر که یک ماتریسی داشته باشیم 2 و 4، این 2 و 4 و اینجا مثلا داشته باشیم 4 و 8، این ماتریس یه ماتریس ایندیپندنت هست. چرا؟ چون که سطر دوم ضریب 2 سطر اول، یعنی ضرب در 2 سطر اول شد. این ماتریس ایندیپندنت هستش. خب حالا چی میشه اگه که ایندیپندنت باشه؟ اگر ماتریس ایندیپندنت باشه، اگر ماتریس رو مثلا به این صورت مربعی باشه و ایندیپندنت باشه، دترمینانش 0 میشه. دترمینان این الان چیه؟ 0. حالا چه اشکالی به وجود میاد؟ وقتی دترمینان 0 باشه ما به این ماتریس میگیم ماتریس سینگولار یا ماتریس تکی. این ماتریس معکوس نداره. این ماتریس معکوس نداره. درست شد؟ وقتی معکوس نداشته باشه همه چی تو ماشین لرنینگ میریزه به هم دیگه و ما نمیتونیم حل رو رویمون انجام بدیم. حالا میبینیم که بعد چقدر این مهم میشه. و این رنک ماتریس اگه به اندازه تعداد سطر و ستونش باشه، یعنی که این ماتریس مستقله و ایندیپندنت، وابسته نیست. درست شد؟ دیپندنت نیست، وابسته نیست، مستقل ایندیپندنت هستش. مثلا توی اینجا این رنک 1 هستش. چرا؟ چون که این نسبت به این چی هستش؟ به این وابسته هستش. پس بنابراین ایندیپندنت نیستش. حالا بریم تو با خود پایتون یه مقدار مثال بزنیم که اینو دقیق خوب بفهمیمش. مثلا فرض کن که اینجا ما داریم چی؟ همون ماتریس که اونجا گفتیم رو بسازی بهش np نقطه array. مثلا فرض کن که 4 اینجا درستش کنم 4 و 2 و یک ماتریس دیگه 6 و 3 رو مثلا بذارم اینجا. اگه نگاه بکنید این ماتریس نسبت به این ماتریس 1.5 برابره.
1.5 برابر این شده. پس این یک ماتریس هستش که دترمینانتش باید چی باشه؟ صفره و رنکش اینجا رنک 1 باید باشه. خب ما میریم اینو چکش میکنیم. اول میخوام بیام دترمینانتش رو بگیرم. برای اینکه دترمینانتش رو بگیرم توی لینیر الجبرا، یعنی بریم توی y مساویس با al، یعنی هم الجبرا من یاد باشه اینجا من چیکار کردم؟ اینو صدا زدم، حالا نمیدونم اجراش کردم یا نه. البته np نقطه لینیر الجبرای من np درسته، اینجا باید نامپای بنویسم، کامل باید بنویسمش نامپای، این درستش بکنم. الان درست شد. حالا بیام اینجا al، پس اینجا رو بچه‌ها کردم ایمپورت نامپای نقطه، چون اینجا نمیتونم به صورت مخففش بنویسم. اگه میخواستم مخفف بنویسم اینجا میتونستم بنویسم، چون یه بار صداش کردم. میتونستم بنویسم np نقطه لین الجبرا، حالا نقطه دترمینان تابع دترمینانه که توی این هستش، مثلا دترمینان a که میاد اینو برای من حساب میکنه و اگه من پرینت کنم یورا میاد به من چیکار میکنه؟ میگه 0. درست شد. این یک روشه. یک روش دیگه این هستش که من به جای این از اون al استفاده بکنم. میتونم بگم چی؟ u مساوی با al.det و این دفعه از این استفاده کنم، چون al اینجا چیکار کردم؟ صدا زدم. این هم برای من اوکی هست، گرچه اینجا la گفتم la. خب این هم اوکی هستش و پس دو حالت نوشتم. اگر که np را به صورت نامپای به صورت np صدا زده باشم می‌نویسم np نقطه لین الجبرا دات دترمینال a. اگر که اومده باشم به این صورت نوشته باشم این ماژول رو کلا به نام la صدا کن، به این صورت میتونم صدا کنم. اینا تکنیک های پایتونی هستا، یعنی ربطی ماشین لرنینگ نداره، ولی خب باید بلد باشی. خب و الان اگه بخوام رنکش رو ببینیم رنکش چی هستش. اگه بخوام رنکش رو ببینم می‌نویسیم که la نقطه متریس رنک A. خب رنکش رو اینجا اگه بخوایم ببینیم و اینجا مثلا پرینت کنم آرا، رنکش 1، رنکش 2 نیست. اگر که ماتریسی دترمینانش 0 بشه میاد چیکار میکنه؟ رنکش رو میاره پایین و رنکش به اندازه تعداد سطح یا ستونش نیست. الان اینو عوضش بکنم، مثلا اگه فرض کنم اینو بکنمش 4 میشه، مثلا بکنمش 7. درست شد. و الان رنکش را حساب بکنم ببین رنک شد 2. دترمینانش دیگه قطعا 0 نیست. اگه دترمینانش هم نگاه بکنیم قطعا دترمینان این هم دیگه 0 نیست، یه دترمینان داره. چرا؟ چون که اینها ایندیپندنت، هیچ سطری به سطر قبلی خودش وابسته نیستش. پس دو تا تابع هم یاد گرفتیم از لینیر الجبرا، دترمینان، متریس. حالا بچه‌ها روی اینورس که گفتم، اگر که دترمینان 0 نباشه ما اینورس داریم، ما معکوس داریم. و ماتریس معکوس رو چجوری حساب میکنیم؟ ماتریس معکوس را به این صورت la نقطه اینورس مثلا a، این حالا ماتریس معکوسش حساب میشه و ما میتونیم ماتریس معکوس رو این رو هم چیکار کنیم؟ اینجا بریم. این ماتریس معکوس این هستش. ولی اگر که برگردیم اینو به صورت رنک یکش کنیم و ایندیپندنتش رو از بین ببریم، میبینید دیگه میگه که این ماتریس سینگولاره. این ماتریس سینگولار هستش و نان سینگولار نیست و چون که سینگولار ماتریس هست ما نمیتونیم اینورسش رو به دست بیاریم. الان خطا روی اینورس داره میده ها، این خطا روی اینورس. ببینید اینجا خط هم کشیده روی این لاین ما خطا داریم و دلیلش رو اینجا گفته که به دلیل اینکه این سینگولار ماتریکس هستش. پس اینم از این دقت کنید به این که کار به چه صورت باید پیش بره. خب ما تا حالا اومدیم پس در مورد ماتریس ها و جبر خطی الان داریم صحبت میکنیم که چطوری توابع جبر خطی رو ماتریس دارن کار میکنن و دلیل اونم گفتیم چون که داده رو ما توی ماشین لرنینگ یا حالا دیپ لرنینگ باید به صورت ماتریسی بهش بدیم، باید بریم عملیات های ماتریسی رو هم که روی یک ماتریس رو داده ها انجام شده بلد باشیم. چجوری عملیات رو انجام بدیم؟ داریم میبینیم با LA، با لینیر الجبرا داریم انجام بدیم و طریقه فراخونی اون رو هم به یاد دادم. به دو صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا بریم سراغ
حل معادلات که باز این هم توی ماشین لرنینگ خیلی مهم هستش. مثلا شما فرض کن 2x1 به اضافه مثلا 3x2 مساوی با 6. یه دونه معادله خطی دارم بنویسم 5x1 به اضافه 2x2 مساوی با منهای 4. این یک دستگاه ما میخوایم حل کنیم. خیلی این اتفاقا میفته توی ماشین لرنینگ. اصلا ماشین لرنینگ حل دستگاه، همش باید ما دستگاه حل کنیم. حالا دلیلش رو میگم که چه جوری هستش و چرا باید این کار انجام بشه. خب اگر من بخوام ماتریسی این رو حلش بکنم، دقت کنید ماتریسیش چه جوری میشه. من میام ماتریس اینو مینویسم، ماتریس ضرایب رو مینویسم 2 3 5 2. این ماتریس ضرایب. اینجا هم مینویسم x1 x2 درسته، اینجا x1 x2 مساوی است با 6 منهای 4 درسته. نه. اینو اگه من ماتریسش رو بذارم ماتریس A، به این بگم ماتریس X و به این بگم به طور مثال مثلا ماتریس B ماتریس Y، حالا هر فرق میکنه. میگیم که A دات X ماتریس A ضرب در ماتریس A ضرب در ماتریس X مساویه با B. خب من الان میخوام چیکار کنم؟ میخوام x رو به دست بیارم دیگه. من گفتم میخوام حل معادله. یعنی چی؟ یعنی حل معادله یعنی x ها رو به دست بیاریم، یعنی x1 و x2 رو به دست بیاریم، درسته؟ الان میخوام یه جبر خطی برای شما بزنم. الان چه جوری ما میتونیم این x ها انجام بدیم؟ ما میایم معکوس a را در هر دو طرف ضرب میکنیم، درسته؟ معکوس در هر دو طرف ضرب میکنیم. وقتی معکوس ضرب کنیم این میشه چی؟ میشه i یا ماتریس همانی. ماتریس همانی یادت چی بود؟ چه ماتریسی بود؟ ماتریسی که ای 1 1 0 0 یعنی قطر اصلی 1 بود، بقیه 0 بود. این ماتریس همانی میشد. درست شد. وقتی معکوس یک ماتریس در خود ماتریس ضرب بشه، ضرب ماتریسی بشه، ما بهش بگیم که ماتریس همانیه و وقتی که توی یک x ضرب بشه خودش را میده. یعنی ماتریس همانی در هر ماتریس ضرب بشه خودش را میده. یعنی حاصل این میشه x، پس x حاصل میشه a منهای 1 b. خب خیلی ساده شد. بله شما اگر که این ماتریس رو بیا اینورسش رو بگیری در B ضرب بکنی جواب معادلت به دست میاد. به همین سادگی ما میتونیم بیایم این کار رو انجام بدیم. بریم ببینیم چه جوری این کار انجام میشه. یه مثال بزن، همین مثال رو بیایم ببریمش اینجا انجامش بدیم و درستش کنیم ببینیم به چه صورت هستش. بیایم اینجا بنویسیم. خب من ماتریس مینویسم، من ماتریس رو مینویسم A مساوی هست با یک ماتریس NP نقطه اره، یک ماتریس 2 در 2 دیگه، درسته؟ 2 3 و این طرفش هم بود چی؟ 5 و 2. این هم 5 و 2. این ماتریس A. ماتریس B رو هم تشکیل بدیم. ماتریس B رو هم تشکیل بدیم. B ما بود NP نقطه اره پرانتز چند؟ 6 و منهای 1 6 و منهای 4. خب حالا میخوایم x رو به دست بیاریم. x رو به دست بیاریم گفتیم که a معکوس ضرب در b. خب میام نویسیم که x مساویه با np نقطه لین الجبرا نقطه اینورس a نقطه یعنی دات. ببین بچه‌ها من گفتم یه حالت دیگه هم داره، گفتیم دات 2 تا حالت داره، دات A و B پرانتز A و B، یا اونی که اول هستش. چون بچه‌ها میدونید که A ماتریسی در B با B در A فرق میکنه، این دوتا با هم دیگه فرق میکنه حاصلشون. اینجا اگه یاد باشه بود A اینورس ضرب در B، ما باید A اینورس رو بیاریم سمت چپ قرارش بدیم. پس این نقطه دات پرانتز B، پس این دوتا میاد با هم دیگه چی میشه؟ جمع میشه. اگر که من اینجا پرینت کنم x را ببینیم جواب چی هستش، میاد جواب به ما دوتا میده. میگه جواب x1 اینه، x2 اینه. خیلی راحت این کار انجام شد. خود لینیل الجبرا به جای اینکه ما بیایم از این رابطه استفاده بکنیم، خودش یه دونه تابع داره به نام تابع سالو. یه تابع سالو داره، یعنی به جای اینکه از این استفاده بکنیم از تابع سالوش استفاده میکنیم. خیلی راحت دیگه نمیایم
این کار رو انجام بدیم. می نویسیم که x مساوی با np نقطه سالو a و b. a که ماتریس اصلی دیگه، اینجا a اینورس نکنیم بچه‌ها، a یا بهش میدیم b رو هم بهش میدیم، خودش میاد اینورس میکنه در ضرب میکنه در b و حاصل به ما میده همون شد. پس دقت کردید همه اینها میشه جبر خطی که بعدا ما ازش استفاده میکنیم و کار میکنیم باهاش. بریم سراغ مدل بعدی. بذار ببینم اگه سوالی چیزی هستش جواب بدم، اگه سوالی هم نیست قسمت بعدی رو هم دیگه بریم. سوال. خب سوال اول این هستش که آره دیگه، برای که چرا؟ چون که ما وقتی که میایم از یک مخفف یک آرای حساب استفاده میکنیم، اون مخفف فقط توی تابع های اون ماژول استفاده میشه. لینیر الجبرا تابعش نیست، لینیر الجبرا ماژوله. وقتی بخوایم ماژول را صدا بزنیم باید بیام چیکار کنیم؟ از import numpy dot linear algebra استفاده کنیم. دیگه نمیتونیم اسم مخفف ماژول رو بیام استفاده کنیم. ولی اگه نه بخوایم توی خود متنمون بدون ایمپورت کردن از لینیر الجبرا به عنوان یک ماژول استفاده کنیم، میتونیم بیایم از np نقطه لینیر الجبرا استفاده بکنیم. این دلیل بود که حالا مثالش هم توی کار دیدید که به چه صورت هستش. رنگ چیه بچه‌ها؟ رنگ همونجوری که گفتم، رنگ درجه یک ماتریس ها میگن. اگر که رنگ به اندازه تعداد سطر و سطوح، اگر ماتریس مربعی باشه یعنی اون ماتریس چی هستش؟ سینگولار نیست و قابل اینورس هست. مثلا الان شما دیدید رنگ 2×2، یه ماتریس 2×2 اگر رنگش زیر 2 باشه یعنی 1 باشه، حالا مثلا ماتریس 4×4 زیر اون باشه، اصلا رنگ میشه تعداد سطر و ستونی که به قول معروف مستقل هستن و وابسته نیستن. و تو اون 2×2 دیدید که اون دوتا به همدیگه مستقل بودن، پس حداقلش 1 رو برامون میذاره. مثلا اگه تو 4 تا سطر داشته باشی تو ماتریس 4×4، 2 تاش وابسته باشن و 2 تاش مستقل باشن، رنگ رو 2 میزنه. تو این حالت هم ما دیگه نمیتونیم اینورس بگیریم، چون که دترمینان چیکار میکنه؟ حتی اگر یک سطر با یک سطر دیگه وابسته باشه ما دترمینان نداریم و رنگ باید حتما فول رنگ باشه. یعنی باید ما هم رنگ مثلا 4×4 رنگ اون باید 4 باشه تا بتونیم اینورس داشته باشیم. معکوس یک ماتریس رو من برای شما گفتم. معکوس ماتریس باید دترمینانش صفر نباشه. چرا؟ چون که وقتی که شما رابطه معکوسگیری یک ماتریس رو میگیرید، مینویسید، میاد در دترمینان تقسیم میشه و چون در دترمینان تقسیم میشه، اگر دترمینان صفر باشه و حاصل تقسیم یک عدد بر صفر اصلا وجود نداره، برای این حالت میگیم ما دیگه ماتریس معکوس وقتی دترمینان صفر باشه نداریم. شما اگه برید اینورس را ببینید که به چه صورت میاد محاسبه میشه، حاصل اینورس تقسیم بر تقسیم دترمینانه. دترمینان صفر باشه ما معکوس نداریم. خب بریم سراغ قسمت بعدی که نرم هستش. نرم هم باز خیلی مهم هست. ببینیم چیه توی ماشین لرنینگ، فوق العاده مهمه نرم. خب اصلا نرم چیه؟ نرم به اندازه یک بردار یا مگنیتیود یک بردار میگیم چی؟ نرم. بهش میگیم نرم، مگنیتیودش یا اندازه یک بردار. یک بردار داریم، اندازه‌ای که این بردار داره را اندازه‌ش رو بهش میگیم چی؟ نرم. خب بچه‌ها ما نرم را به حالت‌های مختلف میتونیم به قول معروف به دست بیاریم و هر کدوم از اونها به یه دردی بخوره. خب رابطه کلیش رو من اینجا بنویسم بعد بریم سراغ صحبت کنیم. رابطه کلیش اینه که مثلا به این صورت، مثلا نرم x یه برداری به نام x داریم، نرمش رو اینجوری مشخص می‌کنیم. بعد ما مثلا نرم 1 داریم، نرم 2 داریم، نرم 3، نرم اینجوری لول میره بالا، بهش میگم نرم p. نرم p x مساوی هست با زیگمای حالا مثلا i x i به توان p به توان 1 پی یا جذرش به پی دیگه. حالا مثلا اثر جذرش به پی. نگاه کن چی شد. پس نرم پی میشه حاصل جمع حالا x آی ها به توان پی
حاصل جمع همش، بعد بیایم یه جذر به مرجعیت پی ازش چیکار کنیم بگیریم. حالا بریم ببینیم چجوریه. مثلا نرم یک مثلا چجوری حساب میشه؟ نرم یک یعنی اینکه شما اگه یک برداری داشته باشی، بیا قدر مطلق همه شو با هم دیگه جمع کن. میبینی اینجا به جای پی بذار یک دیگه، به جای پی یک بذار، یعنی یک بردار بیا مثلا بذار x1 به اضافه x2 به اضافه x3 به اضافه این میشه نرم. من دارم برای وکتور صحبت میکنم بچه‌ها، اینو من دارم وکتور برای بردارا، هنوز من برای ماتریس دو بعدی یا ماتریس صحبت نمیکنم. من دارم در مورد وکتور الان صحبت میکنم. تو وکتور اینجوریه. پس تو وکتور نرم یک میشه حاصل جمع تمام عناصر قدر مطلقش. اگه مثلا یک عنصر منهای 4 بود، میاد میگیره 4، نمیگیره منهای 4، میشه نرم یک. نرم دو چیه؟ نرم دو راحته دیگه. نرم دو میشه فاصله اقلیدوسی. فاصله اقلیدوسی بردار نسبت به چی؟ مرجع. یعنی رادیکال جذرش اونجا یک بیا میشه یک دوم دیگه. رادیکال x1 به توان 2 به اضافه x2 به توان 2 به اضافه همچون میشه. اینا میشه نرم 2. به همین صورت نرم 3، نرم 4 حال. ولی کلا توی ماشین لرنینگ ما نرم 1 و نرم 2 برامون خیلی استفاده میشه. یه اسکوئرد نرم هم داریم. بچه این نرم 2 داره یه دونه اسکوئرد، یعنی به توان اسکوئرد نرم 2. این چیه اسکوئرد نرم 2؟ این هستش که همینه جذرش رو برداری، اینو به توان 2 برسون دیگه، یعنی نرم 2 رو به توان 2 برسون. نرم 2 به توان 2 برسی میشه چی؟ نرم 2 میشه x1 به توان 2 به اضافه x2 به توان 2 به اضافه میره جلو. یعنی چی برداری؟ یعنی x t به x. حالا اینو بعدا هم میگمش، حالا فعلا اینو داشته باشیم بعدا. اینجوری x1 به توان 2 بریم جلو تا اونو بعدا میگم. داشتم یه چیزی میگفتم اینجا جاش نیست. خب چون باید خیلی چیزای دیگه بگم. خب حالا نگاه کردی، بریم سراغ پایتون ببینیم اینا رو یه مثالی باش بزنیم ببینیم چه جوریه. من گفتم وکتور میایم، من اینجا وکتور داشتم، اینجا استفاده کرده بودم وکتور یا نه؟ یه n نه یه فکر کنم v وکتور داشتیم اینجا. یه پرینت v بگیریم ببینیم وکتور داشتیم، پرینت v یه وکتور داریم. خب نرم چجوری استفاده میشه؟ یعنی تابعش چی هستش؟ تابعش که خیلی ساده. مثلا من نرم یک میخوام بزنم. نرم یک مساوی با np نقطه لینیر الجبرا نقطه نرم اینجا تابع داره. نرم چی؟ مثلا وی. حتی اینجا نرم دوش هم مثلا آماده. پس نرم یک اوردر میتونه اینو نذاریم، ما مثلا اوردرش رو نذاریم، حالا میتونیم اون بذاریم، میتونیم اوردرش رو بذاریم، میتونیم نذاریم. نرم V1 میشه نرم یکش، نرم V2 میشه نرم دوش و ما میام اینجا اینها رو حساب میکنیم و نرم یک اومده همه اینا رو هم دیگه جمع کرده. ما حتی اگر اینجا منهام داشتیم همینجور نرم دو اومده اینها رو به توان دو شو به قول معروف جذر گرفته و نرم دو رو برای ما به وجود آورده. این از حالا بریم سراغ ماتریس، چون ما بیشتر توی ماشین لرنینگ و ماتریس کار میکنیم دیگه، به صورت ماتریسی میایم کار میکنیم و میبریم جلو کارمونو. مثلا فرض کنم این A بزرگه رو داشته باشیم، اینجا یه ماتریس بود دیگه، درسته؟ پرینت A مون رو ببینیمش یه بار دیگه. شد پرینت A. خب این یک ماتریس دو در دو. میخوایم بریم سراغ نرم یک و نرم دوش رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم که نرم یک و نرم دو اصلا چی هستش و به چه صورت ما میتونیم بیایم باهاش کار بکنیم. نگاه کنیم. نه خب بریم سراغ n1 مساویه با np نقطه، این را من کاملش بکنم، نرم یکش و نرم دوش و این هم جوابش. بچه نگاه کنین، الان میخوام علاوه مفهومی میخواد بفهمیم. الان نرم یک این میگه آقا یعنی اینکه همه اینا رو به توان جمع بکنیم با هم که 7 نمیشه، فرق میکنه. نرم یک A یعنی که هر سطر رو بیای نرم یک بگیری، اون که بزرگتره رو بنویسیش. الان این سطر نرمش رو گرفتیم شده 5، این سطر نرم یکش رو گرفتیم شده 7 تا نوشته، یعنی نرم یک شده 7. پس نرم یک چیه؟
نرم یک توی ماتریس ها یعنی دو بعدی ها بزرگترین نرم یک هر سطر. میریم سراغ N2، یعنی بیایم ببینیم که N2 چیه. N2 اگر که نگاه بکنید نرم 2 اومده چیکار کرده اینجا؟ اومده به توان 2 رسونده همه را و کار کرده دیگه. مثلا اومده رادیکال 2 به توان 2، 3 به توان 2، 5 به توان 2، ولی اینجوری نیست. این نیست. توی نرم 2 اگه بخوایم بیایم کار بکنیم باهاش روی ماتریس ها میاد. حالا ماتریس ویژه‌ای که جلوتر میگم، ایگن ولیویی که جلوتر به شما میگم را به دست میاره برای هر سطر. مثلا ایگن ولیو این و اینو به دست، حالا ایگن ولیو کلش رو به دست میاره. بعد اون سطری که بیشترین ایگن ولیو یا مقدار ویژه رو داره میاد رادیکال نمیدونم نون دوشا میگیره. پس بنابراین الان اگر که به دست بیاریم، حالا بعدم اینو سراغش به دست میاریم، مثلا اگر که این سطر بیشترین مقدار ویژه رو داشته باشه میاد نرم 2 اونو میگیره و برای ما میفرسته. خب آقا یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بیایم تمام اینها رو به توان 2 برسونیم، رادیکالش رو بگیریم و نمیدونم کار کنیم؟ میگم چرا میشه، ولی با این طریق نمیشه. اگر که شما بنویسید نرم A2 و A یک ماتریس باشه، میاد اون سطری که بیشترین مقدار ویژه رو داره اون سطر رو برای ما چیکار میکنه؟ نرم 2 میگیره طبق سابق. یعنی پس بنابراین نرم 1 و نرم 2 که اینجا به دست آوردیم به صورت وکتوری کار میکنن، نمیتونن ماتریسی کار بکنن. نرم 1 اومد هر سطر رو که به صورت وکتور در نظر گرفته روش نرم زده، بیشترینش به دست آورده. نرم 2 هم همین کارو کرده، اومده روی هر سطری نرم 2 زده، ولی اونی را انتخاب کرده که مقدار ویژش بیشتره. حالا یکی میگه آقا اگر که من بخوام نرم 2 مثلا ماتریس رو بگیرم و همه رو درگیر کنم چیکار کنم؟ میگیم اون دیگه نرم 2 بهش نمیگن، بهش میگن که نرم فروبنیوس و به نام نرم فروبنیوس اینجا بنویسمش که بدونی به چه صورته. پس برای ماتریس ها، برای ماتریکس ما نرمی که داریم نرم فروبنیوس هست، NIUS، یا بهش میگن نرم فرو. درست شد، میگن نرم فرو. آیا ما اینجا تو پایتون داریم؟ نرم فرو چیکار میکنه؟ نرم فرو میاد رادیکال تمام عناصر رو به توان 2 میرسونه، این نرم تو برداری میمونه. اون نرمایی که گفتم برداری بودن. میایم اینجا، حالا میایم سراغ فرو. پس نرم F اینجا ببین A اینجا باید به جای 2 1 بنویسیم فرو. وقتی که فرو بنویسیم چی میشه؟ به ما نرم ماتریس را به ما میده. ببین فرق کرد با نرم 2 با نرم ماتریس یک مقداری فرق میکنه و بعدا هم اگر که ما بخوایم کار بکنیم حواسمون رو باید جمع بکنیم که وقتی بخوایم نرم 2 بگیریم روی یک ماتریسی، نرم 2 فروبنیوس بگیریم یا نرم 2 وکتوری بگیریم. مقدارش یک مقداری متفاوت هست و برای شما توضیح دادم که تفاوتش توی چی هستش. خب هر کدوم چه فرقی دارن، چه تفاوت دارن، کجا استفاده میشن حالا جلوتر میگیم، ولی کلا روی وکتورها نرم 1 رو برای مثلا یک رگولاریزیشن داریم. رگولاریزیشن یعنی بهینه‌سازی ماشین لرنینگ، لاسو بهش میگن لاسو. حالا من اینجا بنویسمش. یه دونه ما لاسو داریم LASSA، به این میگن رگولاریزیشن لاسو. خب رگولاریزیشن لاسو این یک مدل بهینه‌سازی هستش که ما روی ماشین لرنینگ انجام بدیم و اینو حتما باید با نرم 1 انجام بدیم. یه مدل دیگه رگولاریزیشن داریم که بهش میگن که ریچ RIDE. این را ما باید با N2 انجام بدیم. این هم یه مدل رگولاریزیشن دیگه ای هستش که ما میایم ازش استفاده میکنیم و کلا برای مینیمم کردن ایرورها توی ماشین لرنینگ از نرم ها استفاده میکنیم. حالا نرم 1 نرم 2 به همین صورت با این دو تا نرم بیشتر ما کار میکنیم.
نرم فرو میایم روی ماتریس ها کار میکنیم، با این نرم ها میایم به قول معروف ارورمون رو مینیمایز میکنیم و ازش استفاده میکنیم. خب اینو هم گفتیم و بریم سراغ قسمت بعدی. ببینیم حالا میخوام در مورد مقدار ویژه و بردار ویژه صحبت کنم، ولی قبلش دوباره یک نگاهی بندازیم به چت ها ببینیم که سوالی چیزی نبوده و بعدش بریم. نه سوالی نبوده، بریم سراغ قسمت بعدی. خب بریم سراغ ایگن ولیو و ایگن ولیو و ایگن وکتور. بریم سراغ این دوتا خیلی مهمن و اصلا خیلی کارهایی که ما توی ماشین لرنینگ انجام بدیم روی ایگن ولیو یا ایگن وکتورز، ایگن ولیوز و مقادیر ویژه یا بردارهای ویژه، اینا چیا هستن و چیکار میکنیم. ببین بچه‌ها، ما کلا همیشه توی ماشین لرنینگ که میایم کار میکنیم هدفمون این هستش که یک سری داده را با یک تابعی، با یک برداری ببریمش توی یک فضای دیگه. چرا این کار رو انجام میدیم؟ برای اینکه ساده تر بشه. مثلا فرض کنید که ما یک سری داده هایی رو داریم که این داده ها به قول معروف توی ابعاد زیادی هستند و خیلی ویژگی های مختلف دارن و هر ویژگی هم یک وکتوره و جا هر ویژگی یک وکتوره. فرض کنید که مثلا یه ویژگی f1 اینه، f2 اینه، هر ویژگی یک وکتوره. خب این وکتورهای زیاد باعث میشن که ماشین لرنینگ که ما بخوایم بیایم استفاده بکنیم و مدلی که ما میخوایم بیایم استفاده بکنیم نتونه به مینیمایز ارور خودش برسه و کمترین خطای خودش برسه. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بیایم با استفاده از ایگن ولیو و مفاهیم ایگن ولیو و ایگن وکتور یک تابعی را درست بکنیم و این بردارها را به یک بردار دیگه تعمیمش بدیم که اون بردارها حالا مثلا طولش و اندازش و اینا کمتر از این بردار باشه و بار محاسباتی ما رو یک توی ماشین لرنینگ کم بکنه، دقت ما رو افزایش بده یا همون خطامون رو چیکار کنه؟ کم بکنه. پس بنابراین ما از ایگن ولیو مقدار مقادیر ویژه و مقادیر ویژه بردار ویژه هم میتونیم استفاده بکنیم. پس بردار ویژه چیه؟ بردار ویژه برداری هستش که دقیقاً بردار ورودی را میاد توی اون فضا به دست میاره برامون، جهتش همونه، فقط اندازه‌شو متفاوت میکنه. اون اندازه این مثلا فرض کنیم بردار ویژه، اون اندازه‌ای که اون بردار ویژه داره بهش میگیم لاندا یا همون مقدار ویژه بهش میگیم. که حالا یک رابطه ای ما داریم که در جلوتر بهش میرسیم. مثلا میگیم A اون وکتوره، به این میگیم بردار ویژه. A وکتوره مساوی هست با لاندا وکتوره. یعنی اگر من لاندا رو در وکتور ضرب کنم، این A همون دیتا منه، ماتریس دیتا منه. خب ببین، ماتریس دیتا را اومدم به یک مقدار ویژه‌ای با یک بردار تبدیل کردم، یعنی تمام اطلاعاتی که یه ماتریس گنده داشته رو بردمش توی یک بردار ویژه قرار دادم با یه مقدار ویژه. این خیلی مهمه، خیلی کار رو برای من سبک میکنه و مثلا توی برخی از کارها توی کار فشرده سازی داده انجام میشه. شما داده‌هات همه توی A، یه داده بزرگی داری، میخوای اینو فشرده سازی انجام بدی. حالا ما توی ماشین لرنینگ بهش میگیم PCA یا Principal Component Analysis، تحلیل مؤلفه های اصلی. خب ما برای اینکه PCA کار بکنیم، یعنی اون A مون داده هامون را ببریم فشردش بکنیم و به یک بردار و یک مقدار ویژه تبدیلش بکنیم. خب این رو چجوری باید انجام بدیم؟ باید مفاهیم مربوط به ایگن ولیوز و ایگن وکتور رو بلد باشیم. یکی از کاربرداشه که میام کار میکنیم. خب پس اصل کاری که ما برای ایگن ولیو یا وکتور این فرموله A دات V یا بردار ویژه باید برابر باشه با لاندا V. حالا ما میخوایم به این برسیم، یعنی الان تو پایتون یه کاری میکنیم که به این برسیم، به این مقدار برسیم. خب ما توی عرضم به حضورتون که کاری که میخوایم انجام بدیم، من یک مثالی رو بیایم بزنیم و بیایم کار کنیم ببینیم که چه جوری هستش.
ما یک تابعی داریم توی np نقطه linear algebra نقطه eig. این تابعی هستش که دو تا خروجی داره. مثلا من یه a را روش تابع eig بزنم، اینجا به من دو تا خروجی میده، یه دونه ایگن ولیو میده، یه دونه هم ایگن وکتور میده. دو تا خروج داره. حالا ما میایم حسابش میکنیم و به دست بریم سراغ کارمون. فرض کنیم که یه A بگیرم 3x باشه و np نقطه array یه ماتریسی را در نظر بگیریم، 1 و 2 3 4 5 6 و 7 و 8 و 9. یه ماتریس 3x رو بچه ما اینجا در نظر بگیریم. اگه ما پرینت کنم a.shape رو ما میبینیم که این ماتریس چیه؟ یک ماتریس 3x هستش. حالا میخوایم بریم مقادیر ویژه و بردار ویژه این ماتریس رو به دست بیاریم و بعد ببریم تو اون فرموله ببینیم آیا واقعیت داره یا من ضرب در لاندا بکنم بعد تو بردار ضرب کنم میرسم این دوتا با هم دیگه مساوی میشه یا نمیشه، چه جوریه. خب بریم ببینیم که چه جوری میتونیم کار انجام بدیم. ببینیم ما گفتیم که ایگن ولیو و حالا اگر که یک تابعی دو تا به قول معروف خروجی داشته باشه، ما دو تا خروجیش اینجوری باید تو پایتون بنویسیم: خروجی اول کاما خروجی دوم مساویه با حالا اون چیزی که هست. اینجا برای ما حالا میاد مینویسه. ما از LA استفاده کردیم چون قبلا اینو گفتیم. همون LA میشه np نقطه لین الجبرا دات eig که برای چی هستش؟ به دست آوردن مقدار ویژه و بردار ویژه. و وقتی که ما این را حسابش بکنیم، الان مقادیر ویژه ما بچه‌ها اینه، این مقدار ویژه، سه تا مقدار ویژه داریم و بردارهای ویژه ما هم ستون‌ها هستن. دقت کنید، سطرها نیستن، ستون‌ها هستن. این اولین مقدار ویژه ستون اول، ستون دوم مقدار ویژه دوم و ستون سوم مقدار ویژه سومه. خب سه تا بردار ویژه داریم. کدوم یکی از این بردارهای ویژه مهمترین به قول معروف اطلاعات مربوط به اون آرایه رو دارن؟ ما میگیم که اون بردار ویژه‌ای که بزرگترین مقدار ویژه رو داره چی هسته؟ اون بیشترین اطلاعات داره. مثلا برای PCA که میخوایم استفاده بکنیم، حالا PCA البته رو ماتریس کووارینس میذارن، اونو به تو میگم که چی جوری هستش. برای رو PCA که میذاریم، مثلا میخوایم ماتریسمون رو که یک ماتریس دادمون رو که به طور مثال 10 تا ویژگی داره، میخوام بیام اینو محدودش کنم به 3 تا ویژگی که مدلم خوب کار بکنه و از PCA استفاده میکنم، میام همین کارو میکنم. میام مقدار ویژه و بردار ویژه‌شو میزنم، اون 3 تا مقدار ویژه‌ای که خیلی از همه بزرگتر هست رو ستوناشو میارم بیرون، میگم این 3 تا ویژگی کل اون ویژگی ها رو، مثلا کلا نه 80% اون ویژگی ها رو میاد ساپورت میکنه. فشرده سازی دیگه، فشرده سازی هم همینه. ما با فشرده سازی میگیم فشرده سازی یعنی این که ما بتونیم مثلا JPEG چی میگه فشرده سازی JPEG؟ مثلا میگیم که ما این تصویرمون رو میخوایم با فشرده سازی JPEG بکنیمش 70%. وقتی میایید نگاه میکنی به تصویر، شما هیچ چی رو حس نمیکنی، ولی حدود مثلا 30% 40% داده‌های اصلی رو انداخته و به اون رسیده. دقیقاً مفهوم یا کانسپت مقدار ویژه و بردار ویژه هم همینه. کانسپتش این هستش که ما اون داده رو داشته باشیم، اطلاعاتش رو ریخته باشیم، اطلاعات بدش رو اضافهش رو ریخته باشیم و اطلاعات مهمش رو نگه داشته باشیم. چرا؟ تو ماشین لرنینگ این خیلی به درد ما میخوره که ما از اطلاعات مهم یک داده استفاده بکنیم، نه همه اطلاعات زیاد که وقتی وارد ماشین لرنینگ بشیم دو تا خاصیت بد به ما میده. یکی که مدل ما رو کند میکنه، دوم مدل ما رو منحرف میکنه و ممکنه که ارور ما رو افزایش بده. پس بنابراین ما باید بیایم قبل از اینکه داده هامون رو وارد ماشین لرنینگمون بکنیم، مهمترین اطلاعات و بهترین اطلاعات ازش استخراج کنیم و اون رو وارد مدلمون بکنیم. یکی از راه‌ها PCA و PCA مبناش همین چیه؟ مقدار ویژه و بردار ویژه هستش. خب ما اینجا اومدیم از این استفاده کردیم و میخوایم ببینیم که آیا من یک رابطه ای را اگه یاد باشه اونجا بهت گفتم که چی، بریم رابطه رو دوباره ببینیم.
این بود A ضرب در وی بردار ویژه مساویه با لاندا ضرب در بردار ویژه. بریم اینجا ببینیم چی میشه. بیا الان مثلا من میخوام A ضرب در بردار ویژه بکنم. این A منه، بردار ویژه‌ام اینو مثلا میخوام ستون اول در نظر بگیرم. خب من میگم که فرض کن U1 مساوی باشه با فرض کن مثلا A ما دات چی ستون اول ای وکتور ستون اول. بچه‌ها من آدرس دهی کردم و همه سطرها ستون صفر همون ستون اوله. من اگه اینا بیام بذارم اینو به من میده، درست شد؟ این مقدار رو من میده، یعنی R ضرب در این بکنم این مقدار رو من میده. حالا برم U2 رو نگاه کنم. U2 من U2 میخوام که بیام این اولین اندیسه اینا، یعنی ای ولیو رو صفرش ها، چون معادل اینه، اینو ضرب در چیکار کنم؟ ضرب در دو این مقدار بکنم، ببینم آیا برابر میشه اینا با هم دیگه. پرینت میکنم چی را؟ U داره. خب میام اینجا ایسی رو اینجا. خب ببینیم یک. پس بنابراین رسیدیم به این نکته ای که من اومدم یک ماتریس 3x3 رو کردم یک بردار 1x3 و یک مقدار ویژه. درست شد؟ پس این برای من خیلی مهمه. حالا اگه دومی چی؟ اگه مثلا من دومی رو ضرب در دومین ستون رو میگم، دومین ستون یعنی ستون یک دیگه، ستون یک، این هم چی؟ مقدار ویژه یک اجرا. دوباره هم یکی شد. ولی میبینی مقادیرش خیلی ضعیف شده. وقتی میگه مقادیرش ضعیف شده یعنی اطلاعات خیلی مهمی رو از داده نتونسته بکشه بیرون. درست شد؟ ولی اون اطلاعات خیلی مهمی رو تونسته بود، مقادیرش بالاتر بود. هرچی مقدار ویژه اون لاندا بزرگتر باشه، اون بردار ویژه به قول معروف A ما، به اطلاعات A ما نزدیکتره. مثلا اگه من میخواستم این الان 3 تا ویژگی داشت دیگه، ویژگی اول ویژگی چون 3 تا ستون داشت. من اگه اینو میخواستم به 2 تا ویژگی تبدیل کنم، میام مقدار ویژه رو نگاه میکنم، میگم آقا این خوبه، این هم بد نی، ولی اینو دیگه قطعا میندازنش بیرون، این خیلی دیگه به صفر نزدیکه. حالا منفی و مثبتش رو چه کاری نداریم، ما به صفر نزدیک بودنش خیلی کار داریم، چون که ما قدر مطلقش رو میگیریم. این ویژگی رو کلا میریزم دور، فقط از این 2 تا ویژگی استفاده میکنم. درست شد؟ میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب پس این هم از بردار ویژه و مقدار ویژه‌ای که ما میتونیم باهاشون کار بکنیم و کار. یه چیزی که داشتم میگفتم به شما برای PCA، گفتم PCA رو روی کوواریانس میزنن. الان اینی که من الان زدم اگه نگاه بکنید رو A زدم، میبینید رو ماتریس اصلی من این کار رو انجام دادم، رو ماتریس کوواریانس این کار رو انجام ندادم. اگر بخوام PCA کنم حتما رو ماتریس کوواریانس انجام بدم. بریم سراغ ماتریس کوواریانس اصلا ببینید چیه بچه‌ها. کوواریانس. خب بچه‌ها یه چیز دیگه که خیلی دوباره توی ماشین لرنینگ برای ما مهمه، دوباره برمیگردم به این که داده کلا خیلی مهمه تو ماشین لرنینگ. ما یه مدل داریم تو ماشین لرنینگ، این مدل رو میایم آموزش میدیم و کاراش انجام میدیم. این یه بحث کاره. یه بحث کار قبل از اینه، یعنی داده‌ای که ما داریم وارد این مدل میکنیم خیلی در پیشرفت این مدل و آموزش این مدل و اینکه به مینیمم خطا برسه مهم میشه. چرا؟ چون داده اگر یک داده مناسب نباشه و پرت و پورت باشه، حالا بعدا میبینیم نمیتونیم به اون جواب خوب برسیم. ما برای اینکه دادهمون رو یک داده خوب بکنیم حتما باید بیم نرمالش بکنیم، باید بیم نرمالایزش بکنیم. بهش میگن پری پروسسینگ دیتا. شما اگه توی مقالات مختلف نگاه کرده باشی، حتما قبل از اینکه داده رو وارد یک مدل کرده باشه، داده خام رو وارد یک مدل کرده باشه، حتما یک پری پروسسینگ روش انجام داده و این پری پروسسینگ معمولا نرمال سازی است. یکی از انواع نرمال سازی داده ها کوواریانسه. کوواریانس میاد داده ها رو بر اساس واریانسشون، واریانس یعنی چی؟ یعنی میزان اختلاف بین داده ها، میچینه و میگه هرچی ما واریانس داده هامون زیاد باشه یعنی این دیتا معتبرتره.
ببین و اگر دو نوع دیتا داشته باشی، دو تا ویژگی، من منظور از دیتا ویژگی های دیتا هستی، دو تا ویژگی داشته باشی که واریانسشون کم باشه، یعنی این دو تا داده خیلی نسبت به همدیگه نزدیکن. مثلا فرض کن یک داده ای رو من دارم به صورت مثال بدم، یک داده ای مثلا دوه، یک داده 4، یه فیچری دوه، یه فیچری 4، این فیچر 4 دو برابر اینه. خب اگه من اینو تقسیم بر دو کنم میاد میشینه روی این که واریانسی نداره، اختلاف داره ولی واریانس نداره. درست شد؟ پس بنابراین ما دنبال داده هایی هستیم که بیشترین واریانس رو نسبت به هم دیگه داشته باشه. برای وقتی که ما یک داده رو میگیریم، اگه ماتریس کوواریانسش رو بگیریم، میاد داده ها رو بر اساس واریانسشون به ما نشون میده و ما راحت میتونیم اون داده هایی رو که واریانس پایین دارن رو حذف بکنیم و بعد اون که میره وارد ماشین مدل ما میشه بهترین نتیجه را و کمترین خطا رو میتونیم ازش داشته باشیم. اینا رو حالا شما تو مثالایی که من به شما به صورت عملی میگم و میفهمی که به چه صورت هستش. حالا ولی من دارم اینجا به صورت کانسپتی و مفهومی برای شما توضیح میدم. برای PCA هم همینه. وقتی ما PCA رو میخوایم از یک داده بگیریم و PCA یعنی فشرده سازی دیگه، میخوایم فشرده سازی بکنیم و میخوایم یه سری اطلاعات داده رو ببریم بیرون، ما همینجوری که نمیتونیم داده رو بریزیم بیرون. ما میگیم که اون داده هایی که واریانسشون کمه رو بریز بیرون. این از کجا میتونیم بفهمیم؟ از کوواریانس. کوواریانس میگیریم، بعد روی کوواریانس میایم مقدار ویژه و بردار ویژه حساب میکنیم. این باعث PCA ما میشه. پس PCA چیه؟ PCA اگر یک ماتریس A داشته باشم، اول میام کوواریانسش رو میگیرم که واریانس های اون داده بشه و بعدش میام ایگن ولیو و ایگن وکتور رو ازش میگیرم میکشم بیرون و با توجه به ایگن ولیو و ایگن وکتور، اون ایگن ولیو های، اون ایگن وکتور هایی که بیشترین مقدار ویژه داشته باشه اونا رو انتخابشون میکنم و اونا رو وارد سیستم مدلم میکنم. اینجا مدل من بهبود پیدا میکنه و بهتر میتونه کار بکنه، بهتر میتونه آموزش ببینه. برای کوواریانس ما چی داریم؟ کوواریانس اگه بخوایم مثلا کوواریانس A را بگیریم روی NP NP نقطه کوواریانس A، روی ما لینیر الجبر کوواریانس نداریم، ما روی NP کوواریانس بود و بعدش ما میتونیم بیایم بگیم که ایگن ولیو و ایگن وکتور مساویه با NP نقطه لینیر الجبر نقطه ایگن چی ASC. الان این دوتا مقداری هستند که برای PCA استفاده میشن، دلیلش هم شما گفتم. خب پس بنابراین توی این حالت که ما رو کوواریانس بزنیم، حالتی هستش که میاد اون دیتا هایی که واریانس کمتری دارن میریزن دور که این بهترین حالت برای چی میشه؟ برای یک مدل میشه. خب تا اینجای کار ببین بچه‌ها، سوالی چیزی داریم؟ اگه سوالی داریم که پاسخ بدیم. آفرین، خیلی گیت شدی. درسته. خب بذار من یه سری برم بالا ببینم که چی شده، دوباره کار. خب اول اینکه طریقه محاسبه ایگن ولیو و ایگن وکتور را چجوری ما استفاده میکنیم و چجوری باید کار بکنیم، یک رابطه ای داره که مثلا رابطه ای که داره بر اساس حالا من اینجا می‌نویسمش، حالا جلوتر براتون توضیح هم میدم که به چه صورت هستش. میاد با یک رابطه ریاضیاتی یک معادله ای را حل میکنه، توی اون مثلا لاندا آیمن های A، حالا اون ماتریس اون وکتوره و بعد میاد اون وکتوره رو به دست میاره. حالا مینویسم رابطه‌شو که توی اون حل معادلات هم لاندا به دست میاد، هم چی به دست میاد؟ بردار ویژه به دست میاد. این طریقه محاسبهش. ما اصلا کاری به طریقه محاسبهش زیاد نداریم، مفهومش خیلی مهمتر طریقه محاسبهش است. اصلا ما میایم از پایتون استفاده میکنیم که نه اون محاسبات اضافی رو انجام بدیم، ولی خب من محاسبهش هم برای شما اینجا مینویسم و بهتون میگم که به چه صورت باید انجام بدیم. در کل ایگن ولیو و ایگن وکتور مقدار ویژه و بردار ویژه رو باید بیای تو کار بفهمی. یعنی وقتی که من یک پروژه شما دادم و قشنگ اومدی استفاده کردی، میفهمیم که به چه صورت هست. ولی من یک نمایش رو اینجا برای شما قشنگ توی این توضیحاتی که براتون دادم و گذاشتم توی آفلاین، دوباره برید گوش کنید، کامل متوجه میشید. ولی من دوباره به شما میگم، ببین
اون فرمولی که برای شما نوشتم اینجا توی این صفحه قبلی، توی این صفحه که A V لامدا V این همه چیز رو داره به ما میگه، همه چیز رو داره به ما میگه، داره به من میگه که من چجوری از A داده‌ای به اون بزرگی با اون همه اطلاعات را بندازم دور و یه وکتوری را انتخاب بکنم و یک لاندایی را انتخاب کنم به عنوان ایگن وکتور و ایگن ولیو که این کل اطلاعات A رو به من بده. آقا خب این به چه درد من میخوره؟ من خود A همه اطلاعات ها داره، بله همه اطلاعات ها داره، ولی این همه اطلاعات که برای شما داره، شما بخوای این رو به مدل بدی که مدل تو نمیتونه خوب کار کنه. ما همه این کارها رو میکنیم بچه‌ها که مدل ماشین لرنینگمون خوب کار بکنه. کی مدل ماشین لرنینگمون خوب کار میکنه؟ وقتی که ارورش کمتر بشه. کی ارورش کمتر میشه؟ وقتی شما داده خوب بهش بدید. داده خوب چجوری باید بهش بدیم؟ یکی از روش‌ها اینه. یکی از روش‌ها این هستش که ما بیایم داده هامون را پری پروسسینگ که روش انجام میدیم، بهترین اطلاعات از اون داده بکشیم ببریم بدیم بهمون. بهترین اطلاعات چجوری میتونیم بکشیم ببریم بهمون بدیم؟ با استفاده از ایگن ولیو ایگن وکتور، با استفاده از این دوتا. یعنی استخراج کنیم و به جای اینکه کل A را بهش بدیم، اون وکتوری را که شاخصه اون A هستش و اون مقدار ویژه، اون رو بیایم به مدلمون بدیم و کمتری خطا رو بمون. یعنی این داره کل جریان رو این داره بهت میگه که اصلا چه فایده ای داره و توی چیز هم من بهت نشون دادم و اثبات کردم که این درسته. خب بریم سراغ بعدی. پس لامدا کلا طول اون بردار است، لامدا طول بردار است، وکتور هم که جهت نشون میده. ببین ما همیشه همه اطلاعات را میتونیم در قالب یک بردار نشون بدیم. یک بردار چی داره؟ یک بردار جهت داره، طول داره دیگه. ما طول بردار رو میگیم لامدا، جهت بردار رو میگیم وی. تمام شد. خیلی راحته دیگه. این رو توی ریاضیات داشتیم که یک بردار شامل طول و جهت، طول لامدا، جهت وکتور، همون ایگن وکتوره. تموم شد. خب اگه خیلی سخته ببین کجاش سخته. من همه اینا رو براتون دارم انجام میدم، ولی اینا همش حالت ریاضیاتیه. وقتی که ما میریم توی مدل های شبکه عصبی، تمام اینا تابع داره. مثلا یک تابع میزنیم، خودش میاد ایگن ولیو ایگن وکتور رو میگیره و بعدش میاد وارد میکنه، پری پروسسینگ انجام میده، خودش داخل اونجا انجام میده. اگه کسی بخواد بیاد بره وارد بشه داخلش، ببینه چه اتفاقاتی داره میفته، این چیزایی که من میگم مهمه. ولی اگه یکی نه کانسپت مفهوم کار رو بخواد بفهمه، مفهوم همینه، همه این مفاهیم اون تابع انجام بدن و با تو میتونی با اون تابع کار کنی و اون مفاهیم رو بگیری. ولی اگه میگی نه من میخوام برم توش بفهمم، توش بخوای بفهمی، همینه که من دارم بهت میگم. یکی میگه نه آقا اون داخل اون چه فرمولی داره استفاده میشه اونم من میگم، ولی چت جی پی تی و گوگل و یوتیوب خیلی راحت‌تر میتونه همه اطلاعات رو بدن. من تو 24 ساعت نمیتونم تمام این موارد ریاضیاتی رو به شما بگم. مشکل نداره. ببینید ممکنه که توی این بردار ویژو مقدار ویژه مقدار گیج کننده باشه، چون ریاضیات خیلی زیادی پشتشه، ولی هم مفهومشه که بفهمید کافیه برای شما. آره شما باید این کار را چندین بار انجام بدید، دوباره آفلاین بگیرید، اطلاعات بیشتری برید بگیرید تا مفهوم برای شما قشنگ بشه. نحوه نوشتار کد که دیگه خیلی راحته. یه تابع داریم دیگه بچه‌ها. ببین بچه‌ها خیلی تابعش راحت بود. ببین تابعش که اینه، این تابع یه ماتریس ما می‌داریم اینجا، می‌نویسیم اون LA که لینیر الجبرا، اینم تابعش می‌ذاریم اینجا. این میاد مقدار ویژه رو اینجا میذاره، بردار ویژه رو میندازه اینجا. الان این مقدار ویژه است بردارش، اینا ماتریس مقدار ویژه، اینا ماتریس بردار ویژه. بعد به شما یاد دادم که چجوری باید کنم. این مقدار ویژه اولی یعنی طول برداره، اینم خود برداره. این ستون اول خود برداره، اینم طول برداره دیگه. خیلی راحته دیگه. بعد ما اومدیم اینجا ازش استفاده کردیم. خیلی راحته. زیاد شاید مثلا یه دو بار گوش بدیم متوجه میشیم. کلین دیتا یه بحثه و پری پروسسینگ دیتا یه بحث دیگه است. ببین بچه‌ها کلین دیتا وقتی که میگم این داده رو تمیز کنیم، من حالا این جلسه جلسه بعد یه داده خام به شما میدم، شما باید کلینینگ دیتا انجام بدید روش.
مثلا یه داده هستش که یه پرسشنامه‌ایه، بعضی جاها اونجا پر نشده، شما باید اونجا رو بیای حالا پرش کنی با یه سری ضوابط، اینا بهش میگن کلینینگه. بعضی وقتا نه، شما میخوایم بیایم پری پروسسینگ انجام بدیم، یعنی همین مثلا میخوایم واریانسش رو بگیریم، نمیدونم میانگینش رو بگیریم، نمیدونم کوواریانسش رو بگیریم، یه سری کارهای میخوایم به این صورت انجام بدیم، یا از یه کار دیگه میخوایم انجام بدیم، اون پری پروسسینگ میشه. شاید دوتاشون توی یه قالب، مثلا کلین دیتا، کلینینگ دیتا و پری پروسسینگ توی یه قالب انجام بشه، ولی از نظر من توی مقالات متفاوت میشه. کلین دیتا همون ویژن پری پروسسینگ، ولی حالتهای ساده ترش که ما فقط میایم داده رو تمیزش میکنیم، مثلا بردارا رو میریزیم دور، کمش میدیم، کاهشش میدیم، مثلا یه کار خاص به این صورت. ولی پروسسینگ نه، با بریم تو خود دیتا و یه سری پردازش های تو خود دیتا انجام بدیم. یه کمی به نظر من متفاوته. از ماتریس اولیه چه چیزی شد لامدا و چه چیزی شد بردار بشه؟ الان برای توضیح دادم دیگه. لامدا طول بردار، وکتور جهت بردار. پس ایگن ولیو مقدار ویژه، الان همینجا بهت گفتم ایگن ولیو مقدار ویژه میشه طول بردار، مثلا این طول بردار، و این ستون هم میشه چی؟ جهت بردار. هر داده ای را شما میتونید با یک بردار مشخصش بکنید. جهت داره اون بردار و طول داره که ایگن ولیو و ایگن وکتور اینا رو به ما میده. گرچه میگم اینا باید بره توی پی سی ای صحبت کنه، ولی من تو لینیر الجبرا فقط میخواستم بیام رابطه هاشو بفهمیم ما. بعد ما یه بحثی داریم به نام پی سی ای توی آن سوپروایزد که اینا قشنگ باز میشه و چرا اینجور میشه میره. من فقط اینجا دارم لینیر، فقط شما این مفهوم ها اینجا از من بگیرید که تابع EIG که توی هست میتونه مقدار ویژه و بردار ویژه رو دست بیاره. من یه سری کانسپتم گفتم، ولی تو پی سی ای که بریم توی آن سوپروایزد و تو سرفست هم هست صحبت کنیم، اینا قشنگ باز میشه و در موردش صحبت میکنیم از تابعش استفاده. خب بچه یه بریک 10 دقیقه‌ای بدیم، 10 دقیقه رو بدیم و بریم وارد قسمت بعدی بشیم که قسمت بعدی میخوایم بیایم در مورد لینیر رگرشن و مدل شبکه عصبی صحبت بکنیم. خب فعلا بریم تا 10 دقیقه، یک رو دیگه باز برگردیم. من فعلا استاپ شیرینگ رو بزنم و این هم اوکی کنم. خب این رو هم سر گرفتم. خب از میام بیرون از به قول معروف چت و بعد دوباره وارد بشیم.